ویروس کرونا سبب شده تا دانشجویان به پوهنتون‌ها نروند، اما مؤسسات تحصیلی دولتی و خصوصی به گونه‌های مختلف دانشجویانشان را زیر پوشش گرفتند. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی طلوع آفتاب نزدیک به 2000 دانشجوی خود را تحت پوشش آموزش‌های غیر حضوری قرار داده است. استاد لکچرهای درسیش را به شکل ویدیو ثبت می‌کند تا دانشجویان در خانه را بشنوند و ببینند. در صورتی که محصلینی که با اینترنت دسترسی ندارند و یا اینکه اینترنت برشان قیمتش گزاف تمام میشه، برای اونها به شکل ما سی دی رایت می‌کنیم و به دسترس محصلین قرار میدیم. چون این شیوه در برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پیش گرفته شده است. دانشجویان نوارهای ویدیویی حاوی گفتارهای درسی را از پوهنتون‌ها به دست می‌آورند. با انتشار ویروس کرونا ما به درس‌هایی که حضور پیدا نتونستیم بکنیم، پوهنتون بر ما یک اقدام را در نظر گرفته که بتونیم ما به دروس خود ادامه بدیم و از نوارهای ویدیویی که برای ما آماده ساختن میتونیم ما به دروس خود ادامه بدیم. پوهنتون رنا دو شیوه را برای آموزش محصلان خود به پیش میبرد: آموزش آنلاین و غیر حضوری. محصلانی که در درس‌های آنلاین حضور یافته نمی‌توانند مواد درسی را به شکل ورقی، صوتی و تصویری به دست می‌آورند. ما صنف‌های آنلاین هم آغاز کردیم که خوشبختانه تعداد زیادی از محصلین ما فعلا وصل هستند. آغاز شد و از طریق اپلیکیشن‌های مثل زوم یا اینترفیس یا بعضی اپلیکیشن‌های دیگه ما تصمیم داریم که این روند ادامه پیدا بکنه. با تازگی طرح مدیریت آموزش‌های الکترونیکی مؤسسات تحصیلات عالی از سوی رئیس جمهور تایید شده است. بر اساس این طرح 250,000 دانشجو از 170 نهاد تحصیلی تحت پوشش سیستم تحصیلی آنلاین یا از راه دور قرار خواهند گرفت. پس از نهایی سازی و اجرایی ساختن این سیستم، تمام نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی زیر یک چتر واحد با استفاده از این سیستم آموزش‌های الکترونیکی را به شکل استاندارد، معیاری و نرمال و با استفاده از سهولت‌هایی که قبلا ذکر کردم را اندازی می‌کنند. پیش از این به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان، نهادهای آموزشی و تحصیلی تا آخر ماه حمل تعطیل شدند. منابع میگویند به دلیل واگیری این ویروس ممکن تعطیلات این نهادها تمدید شوند. اما اگر آموزش به شکل آنلاین ادامه یابد، افغانستان برای کاهش قیمت اینترنت و بلند بردن سرعت آن چه کار خواهد کرد؟ سرپرست وزارت مخابرات اما پیش از این گفته که قیمت اینترنت کاهش خواهد یافت.